سلام بچه ها، به یه ولاگ دیگه و یه روز دیگه زندگی من خوش اومدین. همیشه خدا با موهام درگیرم و همیشه با لباسای خوشگل در خدمتتون هستم. امروز میخوام ببرمتون یه جای باحال، اما قبلش حواس پنکیک کردم، پس بریم با هم یه پنکیک پروتئینی درست کنیم. شیر میریزم، آرد میریزم، اصلا اندازه‌ها رو خبر ندارم، واسه همین چشمی میریزم. بعدش اگه چیزی کم بود یا زیاد بود بهش اضافه میکنم و درستش میکنم. یه دونه تخم مرغ میزنم و یه اسکوپم پودر پروتئین. پارسال دیسک کمر گرفته بودم و خیلی بد درگیر شده بودم، واسه همین وقتی رفتم دکتر بهم گفتش که حتما باید پودر پروتئین بخورم. اینجا لطفاً بهم نخندین، پودر وانیل نداشتیم. منم عاشق وانیلم، واسه همین مجبور بودم پودر قدیمی که سنگ شده بود و اینجوری پودر کنم و بریزم توش. روغن میریزم و هم میزنم. شیرش کم بود، پس مجبور شدم شیر اضافه کنم. راستی من شیر معمولی اصلا دوست ندارم، واسه همین شیر بادوم و شیر سویا میخورم. یه ذره شکر میریزم و بازم هم میزنم. بچه‌های خرمو مشاهده میکنید، به اضافه استودیوی کوچیک خونگیم که برای اون یکی چنلمه، که اگه دوست داشتین یه روز یه ولاگ از پشت صحنه ویدیوهای چنل انگلیسیم درست بکنم و واسهتون آپلود میکنم. چای میریزم و پنکیکمو میخورم، سریال من میبینم و پایداریز دارم میبینم واسه بار دوم، چون واسه لیسنینگم باید با زیرنویس انگلیسی یا سریالو ببینم که خب من این سریال انتخاب کردم. راستی تتوی جدیدمو بهتون نشون نداده بودم، ولی فکر کنم توی ویدیوهای قبلی دیده بودین. اصلا انقدر ذوقشو داشتم که یادم رفت واسهتون ولاگ بگیرم، ولی واسه تتوی بعدی حتما ویدیوشو میگیرم. شما وقتی با تلفن حرف میزنید یا وقتی با یکی حرف میزنید که اینجوری باهاش رو در واسی دارین راه میرین، یا فقط من اینجوریم؟ انقدر یارو حرف زد که پنکیکم سوخت. بریم ببینیم نخودینا کجا. پیشی کوچولوهای خونمون رو ببینید آقا چقدر خوشگلن. اسم مامانشون نارنگیه، همونیه که تو ولاگای قبلی بچه‌هاشو دیدین که اومده بود تو حیاط ما به دنیا آورده بود و یکی از بچه‌هاش هم به خاطر مریضی تو حیاط ما مرد. دوباره اومده اینجا بچه‌هاشو به دنیا آورده، ما هم بهشون غذا میدیم هر روز. بریم حاضر شیم که قراره بریم اونجایی که گفتم خیلی خفنه. رسیدیم. اینجا گالری شمیسه، گالری مجسمه، نقاشی، کارهای هنری و حتی گالری NFT. اینجا واسه 2 تا از دوستامونه که حالا تو ادامه میبینیدشون. من بیشتر وقتا میام اینجا که هم پیش بچه‌ها باشم، هم اگه کاری از دستم بر اومد توی فیلمبرداری، عکاسی، اینستا و کلا مارکتینگشون بهشون کمک کنم. نه بابا اوکی. خداحافظ. امشب برای یکی از نمایشگاهایی که برگزار شده بود یه نشست گذاشتن و استادای اون حوزه دعوت شدن و توش درباره اون نمایشگاه و کلا موضوعای اون حوزه بحث کردن. یه سریا دعوت میشن، یه سریا هم که اقوام اونیان که نمایشگاه گذاشته. اگرم کسی خواست و علاقه داشت میتونه بیاد و توی این نشست شرکت کنه. آدرس اینستاگرام شمیس رو براتون اینجا میذارم و آدرس یوتیوبشون هم توی دیسکریپشن براتون مینویسم که اگه شما به کارهای هنری و گالری علاقه داشتین حتما بهشون سر بزنید.
بالاخره تموم شد. بعد اینکه کلی با در کشتی گرفتم یکم وسایلمو جمع جور کردم و آخر شبم با بچه‌ها نشستیم حرف زدیم شام خوردیم و شبمون رو تموم کردیم. یه ماه بیشتر نمون دیگه. عبه 2 هفتمون. بابا اینا واقعا نه یه 6 ماه مونده. پسر خوله تو خلافه که کرده غیر قابل مقایسه. امیدوارم که عزیزان این ویدیو لذت برده باشین. فعلا بوس به کلتون. بای بای.